مالی که قربانی کرده می شود باید صفات‌های معین داشته باشد. فقیهان صفات‌های مال قربانی را به سه قسم تقسیم می‌کنند: صفات‌های مستحب، صفات‌های مانع و صفات‌های مکروه. صفات‌های مستحب: بهتر است مال قربانی قوچقار فربهی شاخداری سفید رنگی اخته شده باشد. امام کاسانی در بدایع الصنایع گفته است در مال قربانی مستحب این است که هر قدر فربهتر، زیباتر و بزرگتر باشد. صفات‌های مانع: شرط جایز بودن قربانی این است مال از عیب‌های نظررس جدی سالم باشد. بنابراین عیب‌های زیرین مانع جایز بودن قربانی اند. اگر مال بر عیان بیمار باشد، اگر هر دو چشمش کور باشد، اگر یک چشمش کور باشد، اگر لنگ باشد، اگر از حد زیاد خراب باشد، اگر بی دندان باشد، اگر خلقتاً گوش نداشته باشد، اگر نوک پیستانش بریده یا خشکیده شده باشد، اگر بینیش بریده شده باشد، اگر دست یا پایش قطع گردیده باشد، اگر بی دنبه باشد، اگر دنبهش قطع گردیده باشد، اگر دومش قطع کرده شده باشد، اگر عادت خوردن نجاست داشته باشد، اگر بیشتر از 3/1 گوشش بریده شده باشد، اگر بیشتر از 3/1 دومش بریده شده باشد، اگر بیشتر از 3/1 دنبه اش بریده شده باشد، اگر زبانش قطع گردیده باشد. صفات‌های مکروه: اگر مال صفات‌های زیرین را داشته باشد قربانی آن مال جایز ولی مکروه است. مالی که گوشش سوراخ کرده شده باشد، مالی که گوشش بریده دو تقسیم کرده شده باشد، مالی که سری گوشش بریده شده باشد، مالی که از آخر گوشش مقدار بریده شده باشد، مالی که پیش از ذبح پشم آن را برای استفاده تراشیده باشند، مالی که چشمش کج ببیند. توضیحات: اخته شدن مال عیب مانع برای قربانی محسوب نمی گردد، اما اگر آلت تناسلی مال پر قطع گردیده باشد قربانی آن جایز نیست. این چنین مالی که خلقتاً بیشاخ است آن را می توان قربانی کرد. در قطع گردیدن گوش مال قربانی یا دوم یا دنبه آن قاعده نزد فقهای احناف چنین است: اگر قطع کمتر از 3/1 آن عضو باشد مانع نیست و اگر به 3/1 رسیده باشد و یا بیشتر از 3/1 باشد مانع جایز بودن است. اگر همه دندان‌های مال ریخته باشند قربانی آن جایز نیست، ولی اگر بعضی ریخته باشد و اکثرش باقی باشد جایز است. مالی که عادت خوردن نجاست دارد باید پیش از ذبح آن را در جای محکم با غذای حلال نگهداری کرده شود. اگر آن مال شتر باشد میباید 40 روز، اگر گاو است 20 روز و اگر گوسفند یا بز باشد میباید 10 روز نگهداری و سپس ذبح کرده شود. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي